سلام، اینجا فامزومه. قراره که زوم کنیم روی یکی دیگر از افتخارآفرینان اخیر دانشگاه فردوسی مشهد. در این قسمت از برنامه یک مهمان از جنس علم و پژوهش داریم. بریم به استقبالش. سلام، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون از دعوتتون. بفرمایید. ممنون، بفرمایید. اینجا افتخارات قریب به 75 سال از افتخارآفرینان دانشگاه فردوسی مشهد قرار داره. افراد نام‌آور، افتخارآفرین. شما هم یکی از افتخارآفرینان دانشگاه فردوسی هستید در حال حاضر. متشکرم از لطفتون. این کتاب‌ها در چه زمینه‌ای هستش؟ اینها پایان نامه‌های تحصیلی دانشکده‌های مختلفه که توی سال‌های دهه‌های 50 40 انجام شده. شما هم مطالعات زیادی رو داشتید در حوزه علمی. بله دقیقاً. من خاطرم هست در سالی که پایان نامه‌ام رو نوشتم انگار من تونستم 5 مقاله مستخرج داشته باشم. دو موردش JCR بود، یک مورد پژوهشی فارسی و دو مورد هم کنفرانسی که خب جز افتخارات من هستش که خیلی زودتر از سایر دوستان هم تونستم دفاع کردم که الان دانشجوی دکترا هستم و خب یکی از دلایلی که تونستم در خدمتتون باشم همین موضوع هست. خیلی هم عالی. همه از موزه دانشگاه فردوسی. توی این بخش از موزه ما یک دفترچه‌ای داریم که از شما میخوام یک یادداشتی رو برای ما بنویسید. حتما باعث افتخاره. متشکرم. مفاخر من میگم آنچه که دیدیم مفاخر دانشگاه فردوسی که سالهای گذشته بود. خواهیم که مفاخر آینده رو هم به شما در این تصویر نشون بدیم. لطفا اینجا بیستید. سپاسگزارم از لطفتون. و بالا رو نگاه. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. یک معرفی داشته باشین. حتما. با نام و یاد خدا نگین خاتونی هستم، دانشجوی ترم 3 دکترای تخصصی احیای اکوسیستم از دانشگاه فردوسی مشهد که امروز در خدمت شما هستم. خیلی هم عالی. سرکار خانم چی شد که به سمت رشته منابع طبیعی رفتین و این مسیری که امروز درش قرار داری رو طی کردید؟ خب برای این موضوع دو علت وجود داشت. علت اول این بود که خب این بخش از تقدیر من بود و خدا برای من خواست که امروز در خدمت شما باشم و در این رشته. اما خب دلیل دوم این هستش که من بسیار به طبیعت علاقه‌مند هستم، به طبیعت گردی و خب اون حس آرامشی که از طبیعت میگیرم برای من وصف ناپذیره. خب شاید این یکی از دلایلی بود که انتخاب این رشته اولویت اول من باشه. افتخاری که شما به عنوان دانشجوی نمونه کشوری از دانشگاه فردوسی کسب کردید چی بود؟ توضیح میدید در این خصوص؟ روزی که خدا من رو لایق این جایگاه دونست و به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در تهران حاضر شدم، خب من متوجه شدم باید نسبت به قبل خیلی شکرگزارتر باشم و موضوعی که وجود داشت این بودش که من فهمیدم این برای من شروع راه نه پایان راه و بعد از امروز به بعد تلاشم رو بیشتر کنم و آنچه که آموختم بدون چشم داشت به دیگران آموزش بدم. حالا برای رسیدن به این جایگاه یه سری مراحلی وجود داشت مثل سایر جشنواره‌ها. البته سختگیری این جشنواره نسبت به جشنواره‌های دیگه بیشتر از طریق حالا مدارک علمی که وجود داشت، رزومه‌ای که وجود داشت مثل کتاب، مثل مقاله‌ها، پژوهش‌ها، طرح‌ها، کارگاه‌ها، مهارت‌هایی که شما باید به اونها ارائه میدادید، هم به صورت آنلاین برای اونها در روی سایت بارگذاری می‌کردید و باز در یک روز خاصی شما باید این رو حضوراً به اونها تحویل می‌دادید و در واقع ما چند مرحله مصاحبه داشتیم برای این مورد که بتونیم این جایگاه رو کسب کنیم. فرمودید در حوزه‌های مختلف. شما خودتون توی حوزه‌های مختلف چه
چیزهایی رو داشتی در حوزه فرهنگی، حالا در حوزه علمی که مقالاتتون بودن، در این زمینه هم توضیح در حوزه میدین؟ فرهنگی من خودم این بخش رو جز فعالیت‌های داوطلبانه خودم میدونم. یعنی اینکه ببینید من گاهی اوقات در برگزاری یک رویداد خاص فعالیت داشتم، گاهی اوقات در نشست‌ها شرکت می‌کردم، به عنوان تیم اجرایی بودم، نظرات تخصصی یا کارشناسی می‌دادم و خب برای مثال مثلا در برگزاری یک همایش گواهی مسئولین رو مثلا صادر می‌کردم و حتی اگه بخوام یکی از مواردی که خیلی دوست دارم اینجا بگم این هستش که یک کار فرهنگی انجام دادم، یک مقدار شاید آموزشی هم باشه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مقاله نویسی، اون هم به صورت رایگان که برای اون یه پیجی رو به تازگی تأسیس کردم که دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن در این پیج باشن و از دوره‌های مقدماتی رایگان من استفاده کنن. شما به عنوان پژوهشگر برتر انجمن آبخیزداری ایران هم بودید. اونجا چه همکاری‌هایی رو داشتی؟ چه کارهایی رو انجام دادید؟ ببینید انجمن آبخیزداری ایران هم مثل جشنواره‌های دیگه یه سری معیارهایی داشت و امتیازبندی اتفاق می‌افتاد. اون هم مقاله می‌خواست، طرح‌ها، پژوهش‌ها، مهارت‌های مختلف و کارگاه‌ها و دوره‌هایی که شرکت کردی. ولی خب من باید یه چیزی بگم، این اتفاق در دوره کارشناسی من افتاد و من بین هم دوره‌های خودم مدارک و رزومه‌ام نسبت به بقیه خیلی بیشتر بود. شاید اون موقع کسی خیلی توقع اینو نداشت که یک نفر نزدیک 7-8 مقاله در واقع به چاپ رسونده باشه که خب من این کارو کرده بودم با پروژه‌ای که با شورای شهر مشهد همکاری داشتم، با در واقع منابع طبیعی، اداره کل محیط زیست. خب اینها برای من خیلی افتخار بود. اونقدر زیاده شاید بعضی‌ها رو الان خاطرم نباشه بخوام بگم، ولی خب از این نظر من این امتیاز رو دریافت کردم. در دوران تحصیلات تکمیلیتون هر دو مقطع از طریق استعداد درخشان شما وارد دانشگاه فردوسی شدید. دانشگاه‌های دیگر یا خودتون گزینه دیگری برای رفتن نداشتید؟ چی شد که باز هم فردوسی رو انتخاب کردید؟ بله، جالب من بهتون بگم من از دانشگاه تهران پذیرش گرفتم و از خارج از ایران هم چند مورد پذیرش داشتم. اما به دو دلیل من ایران موندم و دانشگاه فردوسی مشهد. ایران موندم به خاطر عشق به وطنم و دانشگاه فردوسی مشهد موندم، اون هم باز خودش به دو دلیل جداگانه. یکی اینکه حس مسئولیت و دیگری هم تعلق خاطر. تعلق خاطر از این جهت که دانشگاه فردوسی مشهد خونه دوم من هستش. حس مسئولیت به خاطر اینکه اساتید بزرگواری دارم که به من انسانیت و شرافت را آموزش دادن و دوست دارم ادامه دهنده راه این عزیزان باشم و اون چه که آموختم رو آموزش بدم. اگر باز هم میگم خدا من رو لایق دونست و استاد دانشگاه عضو هیئت علمی شدم، این راه رو ادامه بدم. خب دانشگاه فردوسی مشهد رو در یک جمله توصیف می‌کنید؟ دانشگاه فردوسی مشهد برای من یک فضای صمیمی و البته گاهی با موانع پنهان هستش. توضیح بیشتر بدین؟ حتما. ببینید گاهی اوقات شما در مسیر رسیدن به موفقیت و پیشرفت در اون لحظه آخر نیاز به یک سری تسهیلات و حمایت‌ها دارید که خب گاهی موجب میشه این تسهیلات اتفاق نیفته و یا حمایت‌هایی صورت نگیره. اونجا هستش که براتون چالش ایجاد میشه و یک سری نگرانی. برای همینه که میگم در لحظه آخر ممکنه با یک سری موانعی روبرو بشید. و به عنوان سوال آخرم این که از نظر شما محبوب ترین شخصیت توی دانشگاه فردوسی مشهد کیه؟ بذارید این رو اینجوری بگم، شخصیت محبوب از نظر من از جنس انسانیت، معرفت و صداقته. و خب چون من این ویژگی رو کم و بیش در اساتید، همکاران بخش آموزش و دانشجویان دیدم و شما میدونید که تعریف افراد از این سه واژه متفاوته. پس اجازه بدید بین افراد خوب و خوبتر قائل نشم و همه کسایی که تا امروز باشون در ارتباط بودم رو در این جایگاه در نظر بگیرم و همه رو به عنوان شخصیت در واقع محبوب در نظر بگیرم. خیلی ممنون از شما. ما به رسم یادبود یک شاهنامه فردوسی تقدیم شما می‌کنیم با افتخار. سپاسگزارم. همچنین یک لوح تقدیر، این هم با افتخار تقدیم به شما. خیلی ممنون که اومدید. خیلی ممنون. متشکرم. ممنون از شما که بیننده این قسمت از فامزوم بودید. خدا نگهدار.